مقامات امریکایی در افغانستان تایید کردند که رهبر شاخه گروه دولت اسلامی در افغانستان در جریان عملیات مشترک سربازان دو کشور کشته شده است. از این رهبر کشته شده گروه دولت اسلامی عبدالحسیب نام برده می شود که سال گذشته در پی هلاکت حافظ سعید رهبر پیشین داعش در افغانستان و پاکستان فرماندهی این گروه تندرو را در دست گرفته بود. حافظ سعید سال گذشته در حمله هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده بود. رهبر نو این گروه ماه گذشته در همین ولایت هدف حمله نیروهای ویژه افغانستان و آمریکا قرار گرفت. در بیانیه مشترک نیروهای مسلح آمریکا و افغانستان گفته شده است که 50 تن از نیروهای ویژه آمریکا و 40 نفر از نیروهای مخصوص افغانستان به جای بدوباش عبدالحسیب حمله کردند. در این بیانیه آمده است که چند دقیقه پس از فرود نیروهای مشترک از چند طرف از سنگرهایی که به خوبی آماده شده بودند با آتش شدید روبرو شدند. در هر حال نیروهای ما موفق شدند دشمن را محاصره کرده و شماری از اعضای بلندپایه داعش و تا 35 تن از افراد این گروه را از پای درآورند گفته شده است. در این بیانیه در این خبرنامه گفته می شود که عبدالحسیب دستور حمله به بیمارستان نظامی سردار محمد خان شهر کابل را داده است. صبح روز 8 مارس سال جاری گروهی از افراد مسلح به یک بیمارستان نظامی در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان حمله کردند. بر اثر این حمله بیش از 50 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان عبدالحسیب را تایید کرده است. نیروهای آمریکایی از چند وقت به این طرف در ولایت ننگرهار با افراد گروه دولت اسلامی درگیر می باشند. ولایت ننگرهار به مرکز اساسی حضور گروه دولت اسلامی تبدیل شده است. ماه گذشته آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای جهان را در منطقه چین همین ولایت پرتاب کرد. به گفته مقامات افغان و آمریکایی در این حمله بیش از 90 نفر کشته شدند. آمریکا میگوید این حمله با حمایت امنیت ملی افغانستان صورت گرفته است.